قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. خداوند رو بسیار شاکر و سپاسگزاریم از اینکه مجدداً چون این توفیقی به دست اومد که در ادامه بحث جلسه هفته های قبل، چند هفته شاید یه ماه خورده هم باشه، بحثمون پیرامون مشکلات خانوادگی، بحران ها و آسیب هایی که در خانواده ها قطعاً اعضای خانواده با اون مواجه هستن، به خصوص عوامل اون بحران ها بحث شد و در همون جلسه اگر خواهران یادشون باشه قرار شد که در یک جلسه دیگه به راهکارها بیشتر پرداخته بشه، یعنی راه حل ها نشون داده بشه تا بتونیم از مشکلات و آسیب ها پیشگیری بکنیم و یا اینکه اگر مشکلات و بحران هایی در درون خونمون هست کاهش بدیم، علاج بکنیم و درمان بکنیم. یه نکته قبل از اینکه حالا به خود بحث پرداخته بشه لازم میبینم بهش اشاره بکنم که هیچ خانواده‌ای نبایستی توقع و انتظار داشته باشه که میتونن عاری از مشکل باشن، یعنی هیچ مشکلاتی نداشته باشن. این که ممکن نیست. اصلا زندگی دنیا به گونه‌ای است که انسان‌ها با سختی و رنج زندگیشون رو پشت سر میگذارن، ولی برای اینکه کاهش بدیم و اون مشکلات منجر نشه به یک بحرانی حاد و جدی که خدایی نکرده متزلزل بکنه و گسسته بکنه اون نهاد خانواده، بحثمون بیشتر اونه. و الا این گونه نیست که بگیم یه خانواده‌ای باشه که هیچ گونه مشکلی اصلا نداشته باشه یا هیچ گونه اختلافی بین اعضای خانواده اصلا پیش نیاد، به هر نحوی حالا کم و زیاد پیش میاد، ولی بیشتر بحثمون رو اینه که کاهش بدیم و اون مشکلات و اختلاف ها مختل نکنه زندگی، خدایی نکرده منجر نشه به اینکه نهایتش و سرانجام اون زندگی مشترک به طلاق و جدایی بیفته و یا اینکه بخوان همیشه اضطراب و نگرانی داشته باشن و هیچ گونه آرامشی در فضای خانواده نباشه که در سایه یک چنین درگیری ها فرزندان و اولاد هم سردرگم بشن. اما راهکارهایی که بنده بهش میپردازم راهکارهایی است که برگرفته از آموزه های دینی ماست و با توجه به آیات و توجه به احادیث نبوی علیه السلام و راهکارهایی که خود علما و دانشمندان دادن. ممکنه ما هم یک سری راهکارهایی داشته باشیم که یه وقتی مثلا از لابلای کتابهایی که به دست غیر مسلمان ها هم نوشته بشه میتونیم اونجایی که حکمتی است، ما یک مقوله و عبارتی داریم که حکمت گمشده مؤمن است، یعنی یک مؤمن و مسلمان میتونه اونجایی که حکمتی باشه، یعنی یک گفتار ارزشمندی بتونه ببینه دریافت بکنه، از هر کسی باشه، از غیر مسلمان هم باشه. وقتی حکمت گمشده مؤمن به حساب میاد. اینه که بحثا به این صورته که ما نقش
باورهای دینی یعنی اعتقادات دینی در روابط مناسب اعضای خانواده و تحکیم روابط خانواده و حتی رشد اون، ببینیم تا چه حد میتونه باشه. یعنی اعتقاداتمون، باورهامون، اون عقایدی که داریم و نقش اون به عنوان هم پیشگیری و هم راه حل در برابر مشکلات، نه تنها مشکلات خانوادگی است، البته این نکاتی که به عرضتون رسونده میشه برای خود فرد و یا برای یک جامعه اسلامی و یک جامعه انسانی میتونه راهکار باشه. بعد از اون بحث مسائل اخلاقیه که این مسائل اخلاقی سعی میشه به صورت خلاصه و کلی مطرح بشه، چون دایره اخلاق دایره بسیار وسیعی است و گسترده، نمیشه به تمام جزئیات پرداخت. الحمدلله خواهران میتونن از خود این نکات مجمل و کلی برداشتایی بکنن و درسی باشه برای همه ماها. در پایان هم انشالله به اون رفتارهای دینی و اسلامی و توصیه های رفتاری که حالا این توصیه های رفتاری میتونه کلامی باشه، یعنی در اون گفتارها و گفتمانهامون نمودار بشه، و یا در اون رفتارهای و که ما میگیم به عنوان برخورد و تعامل با همدیگر که خیلی سعی میکنم به صورت خلاصه و اشاره به این نکات آخر بلخص رفتاری بپردازم. اما نقش اعتقاد یک مؤمن در جلوگیری از آسیب‌ها و بحران‌ها و یا کاهش دادن اون و یا درمان و علاج اون، نگاه کنید زن و شوهر بایستی بدونن که باورها و اعتقادات دینی و ایمانی اونها به عنوان پایه و اساس زندگیشون باشه. حالا جدا از این که در خود بحث انتخاب، حالا ما نمیخوایم دایره رو توسعه بدیم به بحث انتخاب و گزینش همسر بپردازیم، بحث اینه که پایه و اساس زندگی ما اعتقاداتمونه، ایمانمون هست و باورمون هست که حقیقتاً تأثیر به سزایی داره در اینکه جو و فضای خانواده رو سالم بکند، آرامش به یک خانواده ببخشه. یعنی یک خانواده‌ای که مؤمنن، متدینن، آگاهانه ایمان دارن، میدونن معنا و مفهوم ایمان چیه، تا اون خانواده‌ای که ضعف ایمان دارن، غفلت بر اونها حاکم هست، یا اینکه ایمان اونها ایمان آگاهانه نیست، خیلی زندگیشون متفاوته. این در طول تاریخ تجربه شده و امروزه هم تجربه میشه. نه تنها در بحث خانواده است، اصلا نقش ایمان تو زندگی کاملا مشهود و ملموس و مشخص هست. من چند وقت قبل بود یک قضیه خیلی جالبی یه نفر صحبت میکرد، شنیدم که ببینیم نقش ایمان چقدر مهمه. در یکی از کشورهای اسلامی یک زندانی مسلمان، زندانی سیاسی بوده، مدتها در تک سلولی بوده، سلولهای تکی به صورتی است که فرد در یک چهار دیواری بسیار کوچک و محدود که گهگاهی فقط میتونه دراز بکشه، بس اونقدر تنگه، در یک چنین فضای تنگ فرد رو زندانی کرده بودن، ولی مؤمن بوده، مسلمان بوده. بعد از مدت‌ها تو اون زندان آشنا میشه با یک زندانی دیگر که ملحد بوده، یعنی ایمان نداشته. خود اون زندانی ملحد که ایمان به خدا و قیامت نداشته به اون مسلمان رو میکنه، میگه شما مسلمان ها تحمل زندان هم برای شما خیلی راحته، خیلی راحت میتونید زندان رو تحمل بکنید. گفتم به چه صورت؟ گفت که شما نماز میخونید، روزه میگیرید، تلاوت قرآن دارید، چون این رفتارها رو از اون زندانی مسلمان دیده بود، غبطه میخورد، ولی خب چون ایمان نداشت نمیتونست اون رفتارها رو تو تیواری انجام بده. یعنی تأثیر ایمان حتی در قعر زندان، در یک سلول انفرادی اینقدر ایمان مؤثره. آیا نمیتونه در زندگی خانوادگی ما که زندان نیست، در قبال اون سلول، در قبال اون زندان ما خیلی آزادی ها داریم، آیا ایمان نمیتونه در درون خانواده ما نقش داشته باشه؟ ممکن نیست، مگر اینکه ما ایمان رو نشناسیم چیه، آگاهی نداشته باشیم، منظور و مقصود از اسلام و مسلمانی نفهمیم. که وقتی میگیم مسلمانیم یعنی چی؟ وقتی ادعا میکنیم مسلمانیم یعنی اینکه ما میزان و معیار و اون مصدر و منبع دریافت مسائل و قضایا، نگاه کردن به همه چیز، ارزیابی،
ارزشمندی قضایا همه بر مبنای اسلام باشه، بر مبنای دینی که خداوند برای ما برگزیده. در همه اعتقاداتمون، رفتارهامون، اخلاقمون، برخوردمون، نشستمون، زندگی گوناگونمون فقط دین رو به عنوان منبع و مصدر قرار بدیم. اون موقع ببین نه تنها در زندان بلکه در همه جا، در زندان و بیرون از زندان میبینید که خود ایمان نقش خودشو میتونه در زندگی یک مؤمن و یک خانواده مسلمان و در یک جامعه اسلامی رو ایفا بکند. پس اینه که ما بایستی آگاهانه ایمانمون رو تقویت بکنیم، یعنی بدونیم که وقتی میگیم مؤمنیم یعنی چی. یعنی که ما هدفمون رضایت خداست، هدفمون رسیدن به فلاح و رستگاری که در بهشت برین است، یعنی اینکه رضایت و خوشنودی پروردگار هدفمون از زندگی است. اینه که تمام زندگیمون رو بایستی برای خدا قرار بدیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تو نمازها خونده میشه در استفتاحیه، در آغاز نمازهای فرض و سنت که معروف به دعای وجهت. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تمام زندگی انسان از عبادات او، حیات او، رفتار او، ممات او، مردن من، مومن اینو میگه، حتی مرگ من و تمام جزئیات زندگی و ابعاد زندگی مال الله جل شأنه. یعنی من بایستی برای خدا زندگی بکنم، برای خدا راه برم، حرکت بکنم، همه مسائل زندگیم برای الله جل شأنه که رب العالمین باشه. اینه که کسانی که روی گردان میشن از این هدف دیگه گرفتارن. حالا اونایی که اصلا ایمان ندارن و اونایی که ایمان دارن ولی جاهلن، غافلن. چون ممکنه افرادی ایمان داشته باشن دچار غفلت بشن، غافل باشن که برای چه دارن زندگی میکنن، از خدا و از قیامت بیخبرن، فراموش کردن. به هر نحو پروردگار اینگونه میفرمایند و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کسی روی گردان بشه، پشت بکند، حالا چه کاملا قطع ارتباط بکنه، چه فراموش بکنه، چه دچار غفلت بشه، هر کسی به هر نحوی از برنامه خدا و از قرآنی که پروردگار نازل کرده روی گردان بشه، زندگیش بر مبنای ایمان به خدا نباشه، زندگیش تنگ است، سخت است. همین زندگی دنیا، یعنی حتی زندگی دنیا براش تنگ و سخته. این یه چیزیست که دیگه عقلای بشر، ما نمیگیم مسلمان ها، حتی عقلای بشر، اونایی که مسلمون هستن، اونایی که مسلمون نیستن، اونایی که به هر نحوی ایمان به خدا دارن، به هر نحوی اونایی که حتی ایمان ندارن، به این نتیجه رسیدن. اونهایی که باورهای دینی و ایمانی دارن، اونهایی که مؤمنن به خدا، هر قدر ایمانشون قوی تر باشه، نقش ایمان اثر بخشتر است در خیلی از قضایا. در قضیه علاج و درمان بیماری های جسمانی، علاج و درمان بیماری های روحی و روانی، اصلا توی خود خیلی از کشورهای پیشرفته بررسی های گوناگون و تحقیق های انجام شده و به این نتیجه رسیدن بیمارانی که ایمان دارن به خدا، در نحوه علاج و درمان اونها هم زودتر میشه علاجشون کرد و هم راحتتر تا اونایی که ایمان ندارن. حالا هر نوع بیماری، در حل مشکلات، تو دادگاه ها قضات و قاضیان اینو تشخیص دادن، تعامل با یک مؤمن و غیر مؤمن، حتی قضیه‌ای که اشاره شد بحث زندان، تا برسد به مسائل و مشکلات گوناگون. پس ایمان نقش داره که یک مؤمن و مسلمان بایستی تمام وقت خودش صرف بکنه با مطالعه مسائل ایمانی، که وظیفه من چه هست در قبال خدام، در رابطه با قیامت، در رابطه با اصول دین و مسائل گوناگون دینی بشناسم، بفهمم، تا بدونم دارم برای چه زندگی میکنم و چگونه زندگی بکنم. اون موقع قضیه آسان میشه. اینه که نقش اعتقاد به خدا، این اصلی ترین باورهای دینی است. اعتقادمون به وجود خدا، که ما مؤمنیم به وجود الله و این که الله جل شأنه ما رو بیهوده خلقت نکرده و خدایمون حکیم است، برای ما هدفی مشخص کرده. بر این مبنا وقتی انسان زندگی بکنه که ایمان به خدا داشته باشه و خداوند براش هدف مشخص کرده، میدونید چقدر زندگی ما با معنا میشود؟ میدونید چقدر زندگی ما شیرین میشود در عین تلخی ها، در عین اون همه مشکلات، گرفتاری ها، دغدغه ها و مشکلات گوناگون؟ میبینید زندگیت
به خاطر اون امیدت به الله جل شأنه، به خاطر حرکت در سوی رسیدن به اون هدف بلند که رضایت و خوشنودی خداست. چون مؤمن در رسیدن به خدا هیچگاه مانعی نمیتونه جلوشو بگیره، هر وقت هم مانع هم باشه. مگر نه اینه که انسانها در عین زندان بودن به خدا رسیدن. ممکنه 40 سال 50 سال اکثریت عمرشون تو 4 دیواری زندان بودن، به خدا نرسیدن. انواع شکنجه ها، انواع ناامنی ها، انواع گرفتاری ها، انواع کمبود ها، انواع ظلم ها، انواع ستم ها مؤمن رو باز نمیداره. چون مؤمن با قلب خودش، با ایمان خودش، با نگاه خودش به زندگی، در هر وضعیتی هم که باشه به خداش میرسه، به هدف میرسه. پس زندگی با معنا میشه. اینه که چرا انسان مؤمن احساس پوچی بکند تو زندگی دنیا؟ که بعضیا مؤمنن، حالا ما کاری به اونایی که ایمان ندارن نداریم، مؤمنه اما میگه من احساس پوچی میکنم، احساس این که اصلا هیچم، نمیدونم کجا میرم. این احساس وقتی ما از جامعه غربی و جامعه بیدین میشنویم، خب دور از انتظار نیست، طبیعیه. لذا میبینید مثلا در جهان غرب، چه در زندگی فرد، چه اونی که میاد تشکیل خانواده میده، چه اونی که در ارتباط اجتماعیشون هستن، میبینید از یک نواخت بودن ناراحتن. حتی اونهایی که بهترین زندگی مادی دارن، خب زندگی دیگه یک نواخت میشه. خوردن، نوشیدن، پوشیدن، مست کردن، جشن، گردش، تفریح، رقصیدن، ارتباطهای گوناگون و لذت بردن. خب اینا دیگه تکراری میشه که یک روز، یک ماه، یک سال وقتی تکراری شد روح انسان خسته میشه. اما مؤمن چرا همچه احساسی داشته باشه؟ مؤمنی که با یک سجده برای خداش، هر سجده او لذتی دیگر دارد، روزه میگیرد، مؤمن قرآن رو تلاوت میکند، نصیحت میکند، تدبر میکند، تأمل میکند، با سلام کردنش، با احوال پرسیش، با دید و بازدید او، با عیادت بیمار رفتنش، با صدقه دادن، با کمک کردن، با دل یه انسان رو به دست آوردن، دل دردمندی رو به یه بیچاره‌ای کمک بکنه. همه این حرکت ها لذت داره براش. اما اون بنده خدایی که ایمان به خدا نداره، اگر یه وقتی از روی انسانیت هم کمک بکنه، همچه لذتی که مؤمن داره بهش دست نمیده. شما یه سلامی میکنید، یادت میاد که این سلام کردن من خدا ازم راضی شده. یه لبخند و تبسم میکنید، به یادت میاد که یه صدقه ایست خدا ازت راضی شده، تا برسه به کارهای بزرگتر. پس زندگی مؤمن یک نواخت نمیشه، به خاطر اینکه هدفمند است، برای اینکه معنا دارد. رفتار او، لبخند او، نشست او، غم او، سکوت او، بخشیدن او، گرفتن او، کار او، تلاش او، که انشالله بیشتر در لابلای این بحثا بهش اشاره میشه. نگاه کنید همه رفتارها و زندگی مؤمن با معنا میشه. من فقط به حوزه خود خانواده اشاره بکنم بیشتر. وقتی پیامبر علیه السلام فرمودن در همون ارتباط زناشویی بازم برای مؤمن صدقه هست، برای مؤمن ثواب داره، که حتی صحابه سوال کردن این ارتباط برای اشباع هوای نفس است، برای تلذذ دلش میخواد. پیامبر علیه السلام فرمودن اگر کسی از راه حرام بخواد همچه ارتباطی رو برقرار بکنه گناه نداره؟ گناهکار نمیشه؟ گفتن بله. پیامبر فرمودن علیه السلام کسی که این ارتباط رو از طریق حلال داشته باشه ثواب داره. تا این حد حتی لذت‌های مؤمن برای او اجر و ثواب داره. پس کدوم لحظه از زندگی مؤمن بی معنا میشه که احساس پوچی بکند؟ تمام لحظاتش با معناست. حتی کار و کوششی که ممکنه برای خواهرها بالاخص، چون نگاه کنید کار مرد در بیرون از خونه هست، شاید کمتر احساس یک نواختی بکنه، ولی زن در درون خونه چون غالبا تنهاست، هر روز پخت و پز، شست و شوست، تربیت فرزند، ساماندهی و نظم دادن به خونه هست، ممکنه در دراز مدت احساس یک نواختی تو زندگی بکنه، احساس خستگی بکند. ولی زن مؤمن و مسلمان از دو جهت میتونه از این حالت و وضعیت بد روحی و روانی به در بیاد که دیگه دوچار همچه افسردگی نشه. یکی این که زن مؤمن و مسلمان بدونه تمام حرکت‌های او، تمام کوشش و تلاش او در درون خونه، از همین پخت و پزت، از همین شستشو، از همین جارو زدن، نظم و انضباط دادن، تا برسد به تربیت که دیگه اوج عبادت و بندگیته، همه این زحمات تو برات صدقه هست. مگر نه اینه که اگر انسان یه لیوان آب به یه نفر بده ثواب داره؟ به انسان که هیچ. اگر لقمه‌ای، اگر آبی به حیوانی حتی مثل سگم باشه
که داستانشو شنیدید که یه مردی وقتی مثلا به یک سگ آب میده در حالی که خیلی تشنه بوده، خدا ازش تشکر میکنه. حالا زن مؤمن و مسلمون وقتی غذا رو میپزه که کی بیاد بخوره، جدا از خودش شوهرشه، فرزنداش هستن، پس قطعا اجر و ثواب داره. پس زن مؤمن و مسلمان احساس پوچی نکنه، احساس یک نواختی نکنه که من همینم مال من حساب. مثل این میمونه که به عنوان مثال کسانی مثلا حالا از خواهرا داریم، زنا داریم، میرن تو یک رستورانی کار میکنن، توی آشپزخونه کار میکنن که در قبال کارشون و آشپزیشون ماهی 300,000 تومان بهشون بدن. حالا اگر بهشون بگن نه شما در قبال آشپزیتون ماهی 1,000,000 تومان بهتون میدیم، چقدر عشق میورزن به کار خودشون، چون گفتن شما ماهی 1,000,000 تومان در قبال پخت و پزتون در این آشپزخونه یا رستوران بهتون داده میشه. عشق میورزه یا نمیورزه؟ اصلا احساس خستگی هم نمیکنه، شب و روز هم کار میکنه که ماهی 1,000,000 تومان به من میدن، در حالی که زن مؤمن و مسلمان در قبال تمام زحماتی که در درون خونه میکشه اجر و ثوابی داره که اجر و ثواب اون نه با میلیون ها، نه با میلیاردها، نه با دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. اجر ثواب و پاداش اخروی است، رضایت و خوشنودی پروردگار است، بهشت برین است با اون همه لذت ها و نعمت هاش. چطوری احساس خستگی بکنه زن مسلمون؟ یا بهتر بگیم احساس یک نواختی؟ تربیت فرزند که دیگه اصلا اوج گفتیم عبادت هست. این یک قضیه دیگه زن مسلمون برای اینکه احساس یک نواختی نکنه میتونه ابتکار عمل داشته باشه. زنای ما در گذشته تاریخمون و امروز ابتکاراتی داشتن و خیلی جالبه که ما وقتی تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم چقدر زنان عالمه و دانشمندی داشتیم در مثلا علم روایت حدیث، اونایی که احادیث پیغمبر علیه السلام رو روایت میکردن، به دیگران منتقل میکردن. بخشی از راویان حدیث زنها بودن، چه از دوران صحابه و تابعین و تابع تابعین تا به امروز ما در کشورهای اسلامی خب چقدر زنانی داریم دانشمند، فقیه، عالم، مفسر، محدثه، مفسره، فقیه، کتاب‌ها نوشتن، مؤلفن، نویسنده ان، مقاله می نویسن، مجله رو اداره میکنن، برنامه‌های گوناگون. زن میتونه ابتکار داشته باشه، به قول امروزی‌ها خلاقیت داشته باشه، حتی در درون خونه، در تربیت فرزند. زن مؤمن و مسلمون بیندیشد، تلاش بکند که من میخوام بچه رو تربیت بکنم، چطوری اشتباهات بچه‌ام رو تصحیح بکنم با یه ابتکار، با یک برنامه نوین جدید. ما اگر بتونیم در آینده به عنوان مثال در یک بخش از جامعه تشکر و تقدیر و قدردانی داشته باشیم از مادرانی که واقعا در تربیت فرزنداشون موفق بودن، برنامه ریزی کردن، ازشون قدردانی بشه، به عنوان الگو معرفی بشن تو جامعه، تقدیر بشه، از تجاربشون استفاده بشه. ما زنانی داریم که به عنوان همسری کردن و همسرداری از خودشون ابتکار نشون میدن که چگونه اگر با بحران یه وقتی خدای نکرده خانوادهشون روبرو بشه برای حل اون خودشون پادرمیونی میکنن. ما همچه زنایی داریم، همچه مادرانی داریم. میتونید از استعداد خودتون، از توانمندی های خودتون در جهت تعالی خودتون، خانوادهتون، رشد جامعه خودتون تلاش و همت بکنید. ما الحمدلله امروزه کم نداریم زنان و دخترانی که واقعا از استعدادهایی که خدا بهشون داده دارن واقعا در جهت رشد مطلوب جامعه خودشون همت میکنن. پس شما از این دو جهت میتونید از این یک نواختی بیرون بیایید. در ابعاد گوناگون سرگرمی های سالم هست به جای سرگرمی های ناسالم. خب بحث یک بخش مثلا بحث خیاطیه، بحث آشپزیه، بحث نظم و ساماندهی به خود خانه هست، مسائل گوناگونی که در به قول معروف فضای خود زنها و بستری که زنها میتونن داشته باشن برنامه‌های متعدد و گوناگونی داشته باشن، جدا از اون بحث مطالعه و بحث مسائل علمی و دینی که قطعا جزء مسلمات و ضروریات زندگی یک زن مؤمن و مسلمون باشه. فردی که اعتقاد به خدا دارد، ببینید نقش اون در بالاخص چارچوب خانه و خانواده. فردی که ایمان به خدا داره، میدونه خدا ناظر است، خدا همراه همه، خداوند از رگ گردنم به خودم نزدیکتره. خب همچه فرد تلاش میکند در برخوردش با همسرش، حالا مرد باشه یا زن، در برخوردش با پدر و مادر، در برخورد با اولاد و فرزندان، در چارچوب خونه چگونه برخورد بکنه. احساس میکنه که من مسئولم، خدا بر من ناظره، خدا منو میبینه، چطوری ظلم بکنم به طرف، چگونه دروغ بگم، چگونه خیانت بکنم. نه مرد و نه زن
وقتی مؤمنن و همچه اعتقادی دارن به خودشون اجازه نمیدن که به هم دیگه خیانت بکنن، چون میدونه که خدا بهش از رگ گردنش نزدیکتره، دنبال رضایت خداست. ما تصور نکنیم که ظلم و ستم فقط اینه که انسان مال دیگران خورد و زیر گوش دیگران زد، توهین کرد به دیگران، نمامی کرد و تهمت زد و مسائل گوناگون. اینا فقط ظلم و تعدی است. ظلم و تعدی انسان یه وقتی ممکنه به همسرش ظلم بکنه، مرد به زنش و زن به شوهرش، ممکنه ظالم باشه، ممکنه روز قیامت زن و شوهر محاکمه بشن به خاطر هم دیگه، بازخواست بشن، خداوند حق و حقوق رو بگیره. پس اینه که خداوند صاحب فضل است، صاحب عدالت است، عدل می کند، بر خودش ظلم حرام کرده و اجازه نمیده کسی به کسی ظلم بکند. لذا افراد وقتی این گونه اعتقاد داشته باشن به خودشون اجازه نمیدن که به همدیگه ظلم و ستم بکنن و حقوق همدیگه رو ضایع بکنن. میدونه که مسئول در برابر خودش، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. وقتی ایمان داره به همچه الله جل شأنه که ناظر است، مراقب است، وقتی این آیه رو بخونه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، وقتی مرد این آیه رو بخونه، وقتی زن این آیه رو بخونه و بدونه که خدایی که مراقبش هست، خدایی که در روز قیامت وی رو محاسبه میکنه، اینو میگه که برای زنا حقوقی هست همون گونه که برای مردا حقوقی هست. یعنی زن و شوهر به صورت متقابل در قبال همدیگه وظایف و مسئولیت هایی دارن که اگر یه وقتی مثلا حالا طرف اگر ایمان به خدا نداشته باشه یه چیزی، ولی وقتی ایمان به خدا داره میدونه اگر قانون مچ من نگیره، اگر زنم بهم هیچی نگه، اگر شوهر به زنش چیزی نگه و حق خودشون نخواد، مؤمن وجدانش بهش اجازه نمیده، ایمان او بهش اجازه نمیده. حالا شوهر یا زن نفهمن یا نخوان یا به هر نحوی سکوت بکنن در برابر ظلم دیگری، اما خود مؤمن، خود زن مؤمن، خود مرد مؤمن، وجدان او، ایمان او به او اجازه نمیدهد که ظلم بکند به طرف مقابل، چون میدونه اگه ظلم کردم ولو طرف مقابل منو مؤاخذه نکنه، خدای من که مراقب من هست منو مؤاخذه میکنه در برابر این ظلمی که حتی به همسرم بکنن. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. پیامبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام کافیه که یه انسان، این بیشتر برای مرداست، کافی است بلکه برای مرداست، کافیه که انسان و شخص مؤمن گناهکار بشود که بیاد کسایی که تحت تکفلش هستن هزینه زندگی اونها رو بایستی بده، ضایعشون بکنه، بخل بورزه، ظلم بکنه، حقشون بهشون نده، به عنوان یک انسان گناهکار. به هیچ کسی ظلم نکرده، فقط به زن و فرزندش. ما چقدر روایات داریم در نکوهش بدرفتاری مرد با زنش یا زن با شوهرش، چقدر روایات داریم نکوهش میکند و به عنوان ظلم تلقی میشه خود این برخوردها. همچنین توکل بر خدایی که بهش معتقدیم چقدر میتونه بحرانها رو ازش جلوگیری بکنه، کاهش بده، علاج بکنه. توکل بر خداوند یعنی اعتماد و تکیه بر قدرت الله جل شأنه، او که در همه امور زندگی او نقش داره. الله جل شأنه اراده اوست، قدرت اوست، خاص اوست، نه خاص اراده من و شما که محدود است. بله یک اراده و اختیاری داریم در چارچوب مشیت و اراده پروردگار حرکت می کند. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. وقتی انسان توکل و اعتماد بر یک چنین خدایی بکند، چون انسان مؤمن اداره این جهان رو به دست کی میدونه؟ جزئیات اون، کلیات اون، تغییری، تحولی اگر هست همه از آن خداست. خداوند رو متصرف و مدبر امور میدونه. خب در طول زندگی انسانها، خانواده ها با مشکلات گوناگون روبرو میشن، مشکلات اقتصادی، درآمد کم، ورشکستگی، بیکاری، مال اموال انسان آتش میگیرد، دزد میبرد، نمیدونم بحث سلامتی، بیمار میشه عضوی از اعضا میمیره، معلولیت، مشکلات گوناگون، بداخلاقی یک وقتی که ممکنه مرد یا زن نسبت به هم دیگه بداخلاق باشن. خب اینا همه مشکلات گوناگون هست. در چنین شرایطی که حالا اشاره شد این همه مشکلات، مؤمن به خداش توکل میکند، ارادش قوی میشود. وقتی توکل به خدا کرد ناامید نمیشه، مشورت میکنه، چاره اندیشی میکنه، کوشش میکنه، اما مشکلات مؤمن رو از پا در نمیاره.
چرا؟ چون امیدوار است. امیدوار به کی؟ نه به انسان، نه به خودش، نه به اسباب ظاهری. امیدوار است به الله جل شأنه که میداند، میتواند، حکیم است، مهربان است، بلکه از خود انسان به انسان مهربان تر است، داناتر است. مصلحت ما رو از خودمون بهتر میدونه که چه مصلحتی برامون هست. خب وقتی به یک چنین خدایی توکل بکنه انسان، دیگه ناامید میشه. یه بخش از مشکلات ما در سایه نبود امید است. ولی تو این دنیا گفتیم که هر انسانی دچار مشکل میشه. چیزی که خیلی وقتا میتونه زندگی انسان رو تلخ بکند، دشوار بکند، نبود ایمان و یا نبود توکل است بر الله جل شأنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این کلام خود خداست. خداوند دری رو باز میکنه که فکرش نمیکنید. در بنبست ها و شرایط بسیار سخت خدا رو حلال مشکل میدونه، ناامید نمیشه. اینه که در اینجا من یه توصیه‌ای به شما خواهران دارم. اگر بحث توکل بحث بسیار مهمیه، مرد و زن تو زندگیشون من جمله زندگی خانوادگی بایستی بر خدا توکل بکنن. من یه توصیه دارم به شما خواهران. مسئولیت خانه و خانواده و تأمین ما یحتاج و رفع مشکلات بر دوش مرده. مرد بایستی ضروریات و نیازهای خانه و خانواده و همسر و فرزنداش رو تأمین بکنه. و در تأمین اون با مشکلات گوناگون روبرو میشه. وقتی مشکلات حاد و بحرانهای حاد اقتصادی پیش میاد، گرانی، مسائل گوناگون، خانه با بحران مالی روبرو میشه، بیشترین کسی که دغدغه و اضطراب و نگرانی داره مرده، چون وظیفش بایستی انجام بده در حالی که با بحران روبرو شده، بر دوش اون نهاده شده. اینجاست که زن مؤمن و مسلمان وقتی میگیم ابتکار، وقتی میگیم خلاقیت، ما زنانی داشتیم و داریم، همین امروز هم داریم، زنانی داریم که مرداشون رو از لکه، از افتادن در حتی جهنم نجات دادن، با تشویق، با ترغیب، با راهکار، با راه حل. من یه مطلب دیگه دارم انشالله در آینده میاد بهش میپردازیم، بحث قناعت، که زنای مؤمن چه نقشی میتونن ایفا بکنن. اینجا هم به همین صورت زن مؤمن و مسلمان به شوهرش بفهمونه، در کنار همسرش باشه. خدیجه وار، ببینید خدیجه رضی الله تعالی عنها در سخت‌ترین شرایط که پیامبر علیه السلام باهاش مواجه میشد، تا زنای ما بدونن که در این گونه موارد نیازی نیست، زن مؤمن استعداد داره. همیشه این گونه نیست که انسان بایستی بره دانشگاه، اون یک قضیه هست. حتی مگر خدیجه رضی الله تعالی عنها رفته بود درس خونده بود؟ استعداد و توانمندی در وجود انسان ها خدا نهاده. اگه به کارش ببندیم میتونیم ازش استفاده بکنیم، به کار نبندیم کم کم از بین میره. چگونه در زمانی که وحی نازل میشه برای اولین بار بر پیغمبر علیه السلام، چه دلداری های زیبایی به پیغمبر میده علیه السلام. میدونید چقدر اثر بخش است، هم در زندگی زناشویی، هم در روحیه مرد چه تأثیر میگذاره، تا جایی که سالهای سال پیغمبر علیه السلام بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها از یادش نمیرفت، از یاد نمی برد. حتی بعد از هجرت تا زنده بود پیغمبر علیه السلام یاد و خاطره خدیجه همیشه تو ذهنش و تو زندگیش زنده بود، فراموشش نمیکرد که چه نقشی داشته، چه تسلی خاطرها که بهش نمیداد. قوت اراده روزنه ها رو باز میکرد. خب زن مؤمن میتونه مبتکر باشه، خلاق باشه. مرد اگه دچار بحران شد پادر میونی میکنه با کلمات زیبایش، با شیرین کردن زندگی تلخ، با توکل بخشیدن که ای مرد ما خدا داریم. بله ممکنه همون مرد در یک لحظه دچار غفلت بشه، ولی وقتی زن میاد، حالا بهش میگیم که با چه شیوهی حکیمانه میاد به مردش تسلی میده، ما خدا داریم، چرا بترسیم؟ چون یک بخش دغدغه مرد میدونی چیه؟ که اگر من دچار بحران مالی و اقتصادی شدم ممکنه زنم تحمل نکنه. وقتی میاد پا تو خونه میگذاره و میبینه که همسری داره که این همسرش در برابر مشکلات مالی و کمبودها و بحرانها و گرفتاریها ناراحت که نیست، هیچ، به شوهرش داره دلداری میده، میدونید این مرد چقدر روحیه میگیرد، چقدر قوی میشود، به یاد همه چیز میفته. و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین.
ممکنه مردا با اون عقلشون، عقل از کلشون بپره در بحرانها و زن بیاد با همون احساسات زنانگی خودش چنان این مرد رو از اون ورطه و ورشکستگی به در بیاره، ورشکستگی روحی و روانی و ایمانی که واقعا به خودباوری برسه و مرد بدونه که واقعا چگونه بایستی فکر بکند، چگونه زندگی بکند. شما زنا میتونید این گونه خلاقیت داشته باشید. مرد که وارد خونه شد از بحران‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات گفت، شما هم ندمید و آیه یأس و ناامیدی در روحیه او بخونید. نه خیر، دلداریش بده، بگو ما خدا داریم. وقتی بگید الله با اون قوت و قدرت، میدونید چقدر خداوند قوی میکنه شوهرت. روحیه بهش بدید و روحیه توکل. از آثار ایمان من سعی میکنم این دیگه آخرین نکته باشه، چون بحثا میتونه مفید باشه و مفصل هست. بازم وعده میدم به خواهرها که انشالله به زودی یه جلسه دیگه داشته باشیم و راهکارها رو ادامه بدیم. از آثار ایمان به خدا تسلیم است و رضایت به تقدیر الهی. ما بایستی تسلیم باشیم. فرد باید باور داشته باشه که رخدادها، رویدادها، مشکلات تو این دنیا به اذن و اجازه خدا برمیگرده. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هر مصیبتی که بر سرمون میاد خدا برامون نوشته. پس با ایمان به این که خداوند علیم، قادر، حکیم، رحیم، تواناست، میدونید چقدر از مشکلات وقتی ایمان داشته باشیم، یعنی واقعا وقتی میگیم خدا علیمه، بدونیم در همون لحظه ای که فکر میکنید در بنبست رسیدید، بدون که خدا میدونه. خب اگر خدا میدونه، خدا قادرم هست، پس میتونه. اگر قادر است و علیمه، خداوند مهربونه، خیلی مهربونه، بیش از اون که من و تو فکر بکنیم. ما نمیتونیم قدرت و علم و حکمت و مهربانی و تمام صفات خدا رو درک بکنیم و بهش احاطه بکنیم. بعدم خدا حکیمه. پس اگر چند صباحی مرا در لابلای آزمونهای سخت قرار داده، با حکمت خودشه. بیام حرکت بکنم، تسلیم بشم به رضای خدا، یقین پیدا بکنم که خداوند مصلحت من رو بهتر و بیشتر از خودم میدونه، از خودم به خودم مهربانتر است. وقتی مومن همچه باورهایی داشته باشه که خدام به خودم از خودم مهربانتر است، داناتر است، خب دیگه چقدر روحیه انسان قوی میشه. اینا شما خواهران میتونید تو زندگی ترویج بدید. اگه مرد نمیدونه، اگر مرد دچار غفلت شده، مگر نه اینه که بارها به این روایت اشاره شده که وقتی سوال شد از پیامبر علیه السلام بهترین کنز، بهترین گنجینه چیه؟ فرمودن زن مؤمنی که مرد رو یاری بدهد در امور آخرتش و در امور دینش. شما بهترین سرمایه و بهترین گنجینه میتونید باشید، گنجینه و سرمایه دنیا و آخرت برای مرداتون، برای پدراتون، برای فرزنداتون، برای جامعهتون. بازم مطالب دیگه هست در همین راستا، راهکارهای گوناگونی که در ابتدا بهش اشاره شد. چون نمیخوام خیلی خسته بشید و انشالله این مطالب تو ذهنتون بمونه، به یه جلسه دیگه موکول میکنم، چون در پایان یک 5 دقیقه تا 10 دقیقه یه وقتی هم ازتون بگیرم روی مطلب جدا از این مطالبی که بحث شد. چون در پایان ماه رجب هستیم و در آستانه استقبال از ماه شعبان، یه توصیه هایی هم بشه به خواهران، چون برادرها تو خطبه جمعه استفاده میکنن از این گونه مسائل و مطالب و این تذکرات. جا داره خواهرها هم انشالله بهره مند بشن. در ضمن هم برخی از خواهرها پیشنهادی داده بودن که من در پاسخ به این پیشنهاد خواهرها بگم. پیشنهادشون به این صورت بود که چون اواخر رجب هست و غالبا شهرت پیدا کرده که اسرا و معراج پیامبر علیه السلام در شب 27 رجب بوده، خواستن که پیرامون اسرا و معراج پیامبر علیه السلام هم صحبت بشه. من در پاسخ به این پیشنهاد بگم خواهرها دقت بکنید. اولا زمان اسرا و معراج درش اختلاف نظر هست، آیا اصلا در ماه رجب بوده یا در ماه‌های دیگه. اینم برمیگرده به این نقطه که اسلام نیومده زمان خیلی از رخدادها رو به اصطلاح براش یک سری عبادت‌ها و یک سری آراد اذکارهایی قرار بده و زمانش رو مشخص بکنه که در اون زمان عبادت فضیلت خاصی پیدا میکنه. به همین جهت نگاه کنید، ما در هر زمانی، در ماه رجب باشه، در ماه رمضان باشه، در ماه ذی‌حجه باشه، محرم باشه، ربیع باشه، جمادی باشه، در هر ماهی بخوایم پیرامون اسرا و معراج صحبت بکنیم خوبه.
چون از اون چه که برای ما مهمه بدونیم از جزئیات خود اسراء و معراج و درس‌های اون. زمانش مهم نیست، چون اگر زمانش مهم بود دین بهش اهمیت میداد که حتما مثلا در شب 27 مراسمی بگیریم، یک وردی، یک دعایی، یک ذکری داشته باشیم. دین چنین چیزی نگفته. اگر چنین چیزی گفته بود صحابه حریص بودن و دقیقاً سوال میکردن که اسراء و معراج در چه شبی بوده. ولی برخی از ماه‌ها و روزها اگر ما در موردش قبل از شروع اون یا هنگام شروع اون صحبت نکنیم ممکنه ضرر بکنیم. به عنوان مثال اگر مثلا یک مؤمن غافل باشه از دهه اول ذی‌حجه و کسی بهش تذکر نده و دهه ذی‌حجه تموم بشه ضرر میکنه، چون زمان عبادت هست. اگر کسی در مورد ماه شعبان هیچی نفهمه و با غفلت برخورد بکنه همونطوری که در روایت اومده خیلی احتمال زیاد داره ضرر بکنه. ولی اگر ما در ماه رجب در شب 27 یا قبل از اون یا بعد از اون به خصوص در همین ماه از اسراء و معراج صحبت نکنیم کسی ضرر نکرده، چون ما میتونیم در ماه رمضان، بعد از رمضان، در طول سال بخونیم و بفهمیم در مورد اسراء و معراج و زمانش هم بگذره. اگر ماه رجب بگذره و نفهمیمم که در این ماه اسراء و معراج بوده اما از خود اسراء و معراج و جزئیات اون بدونیم ضرر نکردیم. این نکته خواهرها دقت بکنن. اما در مورد ماه شعبان بله، اگر مثلا ما بگیم که حالا در ماه شعبان و مورد شعبان 2-3 ماه دیگه صحبت میکنیم، خب ممکنه ما ضرر بکنیم. قبل از اینکه ماه شعبان شروع بشه یا آغاز شعبان هست بدونیم که این ماه چه توصیه هایی در مورد اون شده. من 2 تا روایت از روایات پیامبر علیه الصلاه و السلام به عرضتون میرسونم در مورد ماه شعبان و به عرایزم خاتمه میدم. مورد اول اینه که صحابه و حتی ام المؤمنین، بلخص ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در این مورد روایاتی رو نقل میکنن که پیامبر علیه الصلاه و السلام در ماه شعبان بسیار روزه میگرفتن که حتی ام المؤمنین میگه همه اون ماه، یا در روایاتی هست که اکثریت روزهای ماه شعبان روزه بودن، نه اینکه بگیم اول اون یا وسط اون، اکثریت روزها، بیشتر روزهای شعبان روزه بود. که حتی در روایاتی میگه که بعد از ماه رمضان هیچ ماهی نبود که پیغمبر علیه الصلاه و السلام این گونه در اون روزه بگیرن. ماه رمضان که تمام ماه روزه میگیرن، خب روزه واجبه، اما غیر از ماه رمضان در طول اون 11 ماه هیچ ماهی نبوده به مانند ماه شعبان که این همه روزه بروند پیغمبر علیه الصلاه و السلام. خب جای سوال بود. اصحاب سوال کردن، اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما سوال کردن از پیغمبر علیه الصلاه و السلام که این همه که شما در ماه شعبان روزه میگیرید ما در هیچ ماهی ندیده ایم، مشاهده نکرده ایم، علتش چیه؟ پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان و هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی و انا صائم. چرا روزه میرید تو ماه شعبان؟ فرمودن این ماهی است که مردم ازش غافلن. عجب، مردم از ماه شعبان غافلن. یعنی نه اینکه حالا ما بگیم نمیدونیم که ماه شعبان است، نه، غفلت از چیز دیگه هست که در ادامه بیان فرمودن ماه شعبان ماهی است که میان رجب و میان رمضان است، بعد از رجب میاد و قبل از رمضان، برای تبیین اون، برای بیان اون. پس اهمیت داره که ما بدونیم. فرمودن ماه شعبان ماهی است که اعمال و کردار بندگان خدا بالا برده می شود. درسته که اعمالمون هر لحظه به سوی خدا بالا می رود، درسته که اعمال و رفتارمون در طول هفته پنجشنبه دوشنبه بر خدا عرضه می شود، اما در طول سال یک بار هم در ماه شعبان اعمال و کردار یک ساله ما پیش الله جل شأنه بالا می برند. فرشتگان خدا پیش الله جل شأنه. من پیغمبر فرمودن علیه الصلاه و السلام من دوست دارم در حالی عملم بالا برده شود که روزه باشم. میدونید منظور چیه؟ یعنی خودمون آماده بکنیم زمانی که ماه شعبان است به گونه ای اعمالمون پیش خدا برده شود که در غفلت نباشیم. پیامبر علیه الصلاه و السلام بهترین عمل رو که خدا به خودش نسبت داده روزه هست. روزه میرفتن که در حالی که عملش رو پیش خدا ببرن روزه شفیع بشود، با اون بزرگواریش، با اون صداقتش، با اون اخلاصش، با اون عبادتش، با اون پاکیش، با اون ترسی که از خدا داشت، با اون ایمان قوی
با همه آن عظمتش در فرصتهای مناسب سخت کوشش میکردن. میخوام در ماه شعبان روزه باشم وقتی عملم پیش خدا بالا برده میشود. پس خودمون آماده بکنیم با توبه، با استغفار، نه اینکه بازم با گناه، با غفلت، با بغض، با کینه، با حقد، با حسد، با دروغ، با غیبت، با نمامی، با بدرفتاری، با سنگدلی، با ظلم، با گناه ها، با بار سنگین گناه در ماه شعبان، در حالی که اعمالمون پیش خدا بالا برده میشه، ما در روی زمین داریم گناه میکنیم، با بدنمازی، با بدرفتاری، با بد اخلاقی. خب این عمل زشتمون، این گناهامون چگونه میخوایم که واسطه بشون میان ما و میان الله جل شأنه؟ پس خودمون آماده بکنیم، توبه بکنیم، استغفار بکنیم، صدقه بکنیم، روزه بگیریم و به هر نحوی که میتونیم اعمال صالحه داشته باشیم که آماده باشیم که وقتی عملمون پیش الله جل شأنه برده میشه، این اعمالمون شفیع باشن، واسطه باشن که خداوند نظر لطف و رحمت بکنه به این اعمال 11 ماهه‌مون که خدا فقط میدونه تو این پرونده هامون چه ضبط و ثبت شده است. اما روایت دوم بازم در مورد شعبان، بلخص نیمه شعبان، روایت صحیحی است که علما تصحیحش کردن. پیامبر میفرمایند علیه الصلاة و السلام: یطلع الله تبارک و تعالی الى خلقه لیلة النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاحن. خداوند در شب نیمه شعبان، همین ماهی که در انتظارش هستیم، یک نظر و تجلی خاصی می کند. خداوند همیشه به ما نزدیکه، اما یک نزدیکی خاصی است که و یک نظر خاصی است و ما روایت داریم که خداوند در هر شب از شبها در نیمه دوم شب به آسمان دنیا میاد، اما چگونه و کیفیت اون خدا میدونه. در ماه نیمه شعبان هم به همین صورت یک تجلی خاصی، یطلع الی خلقه، یک نظری میکند، یه نزدیکی و تجلی خاص در شب نیمه شعبان به بندگانش، به همه بندگانش، و همه بندگانش رو مورد مغفرت قرار میدهد جز دو کس. یکی که ارتباطش با خدا قطعه که مشرکه، الا لمشرک، کسی که مشرک ارتباطش با خدا قطعه، و دومی کسی که ارتباطش با بندگان خدا قطعه، مشاحن. چون هر دو ارتباط مهمه. ارتباط با خدا ایمان خالصانه و بدون شرک است. لذا انسان کافر که ایمان به خدا نداره مشرک هم هست، انسان منافق مشرک است، انسانی که مؤمن به خداست اما کسی چیزی در عبادت، در بندگی، در قوانین الهی که غیر خدا رو قانونگذار بخونه، غیر خدا رو معبود بخونه، عبادت رو برای غیر خدا از رنگ و ریا گرفته تا عبادت‌های دیگر، اینا میتونه شرک بکنه و انسان رو محروم بکنه از مغفرت و آمرزش. پس یکی که ارتباطش با خدا قطعه یا ارتباطش با خدا درست نیست، سالم نیست، که مشرکه، از مغفرت الله جل شأنه در شب نیمه شعبان محرومه. و نفر دوم کسی که ارتباطش با بندگان خدا قطع است، که مشاحن است، یعنی بغض و کینه و دشمنی دارد با بندگان خدا، ارتباط خودش رو قطع کرده، بازم محروم است از نظر لطف و مغفرت و رحمت پروردگار در شب نیمه شعبان و در هر هفته، در پنجشنبه و در خود دوشنبه و هر روز بلخص نمازها. یکی از کسایی که نمازشون بالا نمیره بازم کسانی هستن که ارتباطشون با بندگان خدا قطع است. اینه که بیاییم دلمون رو آماده بکنیم، هم در ارتباطمون با خدا عبادت هامون رو پاک بکنیم، خالصانه بکنیم، صادقانه بکنیم، ارتباطمون رو درست بکنیم با خدایمون بر مبنای ایمانی قوی، شناخت، توکل، محبت، ترس، امید. همه اینا جزو مفاهیم زیبای ایمانی است که ممکنه دچار شرک بشوند. وقتی انسان واقعا از خدا ناامید بشود، به غیر خدا کاملا دل ببندد، یه نوع شرکه. پس امیدوار باشیم، بترسیم از خدا، هم ترس و هم امید، هم توکل، هم اعتماد، هم محبت، هم خوف و خشیت، همین رو به خدا داشته باشیم و از اون طرف ارتباطمون هم با بندگان خدا درست بکنیم، قلبمون رو پاک بکنیم از حسادت، از بغض، از دشمنی، از قهر، از غیظ، تا اینکه خداوند به این دلهای پاکمون نگاه بکند. خداوند قبل از اینکه به این رفتارها و اعمالمون نگاه بکند، چقدر اعمال و کردارها هستن که در روز قیامت خداوند اونها رو پوچ میسازد، بیهوده، هیچ زحمت مفت، به خاطر رنگ، به خاطر ریا، به خاطر شرک، به خاطر اینکه ظلم و ستم بوده.
به خاطر اینکه خداوند نگاهش به دل هاست. ان الله لا ينظر الى صوركم و اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدا نگاهش به دل هاست. اینه که دلمونو از همین الان آماده بکنیم، هم برای ماه شعبان و نیمه شعبان و هم برای استقبال از ماه رمضان، تا الله جل شأنه این صداقتمون، این خواستمون رو در عمل هم برآورده بکنه که انشالله بتونیم رفتار درست رو داشته باشیم. خداوند به همه‌تون توفیق بده از اینکه زحمت میکشید و در این جلسات حضور رو پیدا میکنید. از همه خواهرانی که دستن در کار و برگزار کننده این جلسات هستن بازم تشکر و تقدیر میشه و انشالله همینجا بهتون قول میدم که بازم در آینده نزدیک بتونیم بحث‌ها رو ادامه بدیم، چون هنوز مطالب گوناگونی مونده در رابطه با راه حل‌ها و راهکارهای بحران‌ها و آسیب‌ها و یا پیشگیری در نظام خانوادگی که امیدواریم خداوند به زودی این توفیق رو برآورده بکنه و بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. موفق و مؤید باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند. Mm-hmm.